سلام به همه دوستان گلم و عاشقان دنیای زیبای آسمان شب. خیلی خوش اومدیم به برنامه اسرار کیهان. امشب میخوایم با هم به یک سفر جذاب بریم، به یک ماجراجویی شگفت‌انگیز در اعماق صورت فلک دوشیزه یا سنبله، جایی در فاصله حدود 29 میلیون سال نوری از سیاره زمین یک کهکشان عجیب غریب و ناشناخته قرار گرفته به نام کهکشان M104 یا کهکشان کلاه مکزیکی. بله درست شنیدید، کهکشان کلاه مکزیکی. از این نظر به این اسم مشهوره که وقتی با یک تلسکوپ غول‌پیکر به اون نگاه بکنید، اون رو چون از بغل میبینید شبیه به یک کلاه مکزیکی تماشاش میکنید و درونش میلیاردها ستاره شبیه به خورشید قرار گرفته. ساختار این کهکشان هنوز هم برای ما ناشناخته است، اما تخمین زده میشه اندازه‌اش در قواره کهکشان راه شیری ما باشه با اندکی بزرگتر، یعنی مثلا قطرش به چیزی حوالی 105,000 سال نوری میرسه. خیلی بزرگه. اما حالا اگر میخوایم بدونیم داستان از چه قراره، داستان از این قراره که تلسکوپ هابل در گذشته تصاویر باشکوهی را از این کهکشان ناشناخته ثبت کرده بود و حالا تلسکوپ فضایی جیمز وب به لطف ابزارهای فوق‌العاده پیشرفته خودش مثل دوربین‌های مادون قرمز یا فروسرخی که داره، از جمله میری و نیرکم، تونسته نمای باشکوه‌تر و اسرارآمیزتری رو از این جهان ناشناخته برامون ثبت بکنه. حالا اگر موافقین بریم ببینیم جیمز وب چه کرده. در تصویر جدیدی که تلسکوپ فضایی جیمز وب از کهکشان کلاه مکزیکی ثبت کرده، این کهکشان به جای شباهت به یک کلاه مکزیکی بیشتر شبیه به یک هدف تیراندازی به نظر میرسه. این جزیره ستاره‌ای که به نام مسیحه 104 هم شناخته میشه، در این نمای فروسرخ میانی وب جزئیات شگفت‌انگیزی رو از خودش نشون داده. در تصاویر نور مرئی هسته درخشان و امضای خاص این کهکشان به چشم میخوره، اما در نمای فروسرخ وب این هسته دیگه نمیدرخشه و به جای اون یک دیسک داخلی صاف و هموار نمایان میشه. وضوح بالای ابزار فروسرخ میانی وب موسوم به میری جزئیات حلقه بیرونی کهکشان رو هم به تصویر کشیده و حالا به ما اطلاعات ارزشمندتری رو درباره چگونگی توزیع غبار کیهانی این کهکشان میده. غباری که یکی از عناصر اساسی توی شکلگیری اجرام نجومی در جهانمونه. اما عجیب اینجاست، در تصاویر قبلی که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا گرفته شده بود، ما ساختار این کهکشان رو به خصوص حلقه بیرونیش رو شبیه به یک پتو صاف و هموار می‌دیدیم، اما حالا به لطف ابزار قدرتمند میری جیمز وب متوجه شدیم که در لایه‌های بیرونی این حلقه اتفاقاً مناطقی از غبار ستاره‌ای خاصی قرار گرفته که میتونه نشان دهنده تشکیل ستارگان جوان در این قسمت از کهکشان کلاه مکزیکی باشه. اما نکته جالبتر اینجاست که برخلاف برخی از کهکشان‌ها مثل مسیح 82 که 10 برابر بیشتر از راه شیری ستاره تولید می‌کنند، کهکشان کلاه مکزیکی محل ویژه‌ای برای شکلگیری ستاره‌ها نیست. حلقه‌های این کهکشان کمتر از یک جرم خورشیدی در سال ستاره تولید می‌کنند، در حالی که راه شیری خودمون تقریباً چیزی حدود 2 جرم خورشیدی رو در هر سال ایجاد میکنه. حتی سیاه‌چاله ابر پرجرم در مرکز کهکشان کلاه مکزیکی با حدود 9 میلیارد برابر خورشید نسبتاً آرومه. این سیاه‌چاله که به عنوان یک هسته فعال کهکشانی با درخشندگی کم طبقه بندی میشه، به آرومی مواد اطرافش رو جذب میکنه و در عین حال یک جت کوچک و فوران‌هایی رو به شکل درخشان به بیرون میفرسته. و حالا در این تصویر مقایسه‌ای نمای فروسرخ تلسکوپ جیمز وب رو در بالا و تصویر نور مرئی تلسکوپ هابل رو در پایین میبینید. تلسکوپ وب دیسک داخلی صاف کهکشان رو نشون میده، در حالی که تصویر هابل درخشندگی بزرگ و گسترده برآمدگی مرکزی ستارگان رو به تصویر میکشه. جالبه، ولی در هر دو تصویر کلوخه های غباری در حلقه بیرونی کهکشان رو با جزئیات بی‌نظیری میبینیم.
اما یه نکته جالبتر، در داخل کهکشان کلاه مکزیکی حدود 2000 خوشه کروی ستاره‌ای وجود داره. مجموعه هایی از صدها هزار ستاره قدیمی که توسط نیروی گرانششون در کنار هم نگه داشته شدند. این سیستم ها درست مانند آزمایشگاه های شبحگون برای ستاره شناسان عمل می کنند، چرا که مطالعه هزاران ستاره با سن یکسان ولی جرم و ویژگی های متفاوت رو براشون فراهم میکنه. سامبرر گالاکسی. خب تا اینجای کار کلی رازهای شگفت‌انگیز رو درباره این کهکشان زیبا متوجه شدیم. کهکشان کلاه مکزیکی از اونجایی که در فاصله دوری نسبت به زمین قرار گرفته، پس توقع نداشته باشین که با چشم غیر مسلح همینطوری بتونیم تو آسمون شب پیداش بکنیم. پس برای تماشای اون احتیاج به همچین تلسکوپی داریم، تلسکوپی که بتونه این کهکشان رو، ساختارش رو براتون به نمایش بگذاره. البته نیازی به واقعا تلسکوپ با بزرگنمایی بالا نیست و احتیاجی به تلسکوپ قدرتمندی هم نیست. با یه تلسکوپ ساده نجومی هم دیده میشه، چون قدر ظاهری این کهکشان چیزی حوالی 8. منظره خیره کننده مانند اینو کشف‌های متعدد دیگه در مثلا زمینه مطالعات سیارات فراخورشیدی، کهکشان‌ها در طول زمان، تشکیل ستارگان و حتی منظومه شمسی خودمون تنها آغاز ماجرای ماست. حالا یک بار دیگه بیاین با هم به این منظره شگفت‌انگیز از کهکشان کلاه مکزیکی که توسط تلسکوپ جیمز وب ثبت شده نگاه کنیم. هر کدوم از این نقاط درخشانی که میتونید با چشمای خودتون تفکیکش کنید در حد و اندازه خورشید ماست. اونقدر تعدادشون زیاده که اینجا تفکیکشون برامون دشواره. این نمایی باشکوه همونطور که گفته شد توسط دوربین‌های فوق پیشرفته جیمز وب ثبت شدن. برای اینکه ابعاد این کهکشان رو بهتر متوجه بشید، به اون خط سفید رنگ در سمت راست تصویر خوب نگاه بکنید. اون خط به تنهایی همون خط کوچولو 8500 سال نوری هستش. یعنی ما اگر بخوایم از این طرف کهکشان کلاه مکزیکی به اون طرف کهکشان کلاه مکزیکی سفر کنیم، سفرمون چیزی در حدود 105000 سال نوری طول میکشه. تازه اگر بخوانیم با سرعت وحشتناکی مثل نور حرکت بکنیم. و اینجاست که واقعا به این پی میبریم که چقدر عالم ما بزرگه و از اون خبر نداریم. واقعا شگفت انگیزه، یعنی مغز آدم سود میکشه. فکر کنین این تازه یکی از جزیره‌های کیهانی عالمه که ما داریم تماشاش میکنیم و در فاصله حدود 29 میلیون سال نوری از ما قرار گرفته. میدونین این یعنی چی؟ یعنی اگر بخوایم با سرعت وحشتناک نور هم حرکت بکنیم 29 میلیون سال باید تو راه باشیم تا از اون کهکشان به زمین برسیم. یه جور دیگه بهش نگاه کنیم، ما الان داریم نور 29 میلیون سال پیش این کهکشان رو میبینیم. شما چی فکر میکنین؟ الان چه بلایی سر این کهکشان اومده؟ حتما نظراتتون رو برام زیر همین ویدیو بنویسید. جهانمون واقعا شگفت انگیزه، واقعا اسرارآمیزه که قراره در برنامه اسرار کیهان مفصل راجبش صحبت بکنیم. حالا اگر دلتون میخواد که بیشتر راجب تصاویر تلسکوپ فضایی جیمز وب بدونید، قراره که یعنی این خبر خوش رو بهتون بدم که قراره که به زودی دوباره اون تحلیل تصاویر وب رو ادامه بدیم با هم و چند جلسه هم ازش منتشر شده. میتونید این ویدیو رو تماشا بکنید و اگر دلتون میخواد بیشتر شیفته و دلباخته شگفتی های آسمان شب بشید، حتما بهتون پیشنهاد میکنم برنامه کلاس نجوممون که پلیلیستش رو اینجا دارید میبینید رو تماشا بکنید. ممنون که تماشا کردید. شب آروم و پرستاره‌ای رو برای همتون آرزو میکنم. تا ویدیوی بعدی در اسرار کیهان کلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.